پیش از همه میخواستم منتداری خود را، منتداری همه حاضرین محترم را به اهل صنعت، فرهنگ، تهیه‌گران و پیش از همه به تمام نورسان و جوانان اشتراک کنندگان این محفل باشکوه بیان نمایم و احسن به شما. احسن. شما در یک مدت خیلی کوتاه خیلی اذیت کشید. من امروز شاهد بودم شما در یک مدت کوتاه تمامی عنعنه‌های ملی مردمانی کل منطقه‌های مملکت را در اینجا نمایش دادید و با سطحی بلند اجرا کردید. من احسن میگویم مخصوصا نورسان انا این است وحدت ملی تاجیکان، انا این است وحدت، صلح، پایداری، پیشرفت دولتی صاحب‌سیمان تاجیکستان. احسن به شما. من از همه حاضرین تماشاگران امروزه خواهش میکنم که به خاطر زحمت‌های آنهایی که این محفل باشکوه را برای مای شما پیشکش کردن یک قرصتی آسمان کف احسن یک جهان تشکر. با همه مشکلات نگاه نکرده این قدر زحمت کشیدید، این قدر با ذوق بلند. من به شما آفرین میگویم خوشبخت باشید. یک جهان منتداری و تشکری من. دوستان عزیز، قریب 3 ماه بشود من با مردمی بننگ و ناموس و مهمان دوست ولایت مختار کوهستان بدخشان مراجعت کردم. میگویم احسن به شما که بیش از 3 ماه است که شما مهمانان را از ولایت سلط و ختلان و دیگر ممالک مملکت، اهل سیاه مملکت را در خانه خود با چهره شاده اینقدر با مهربانی بلند قبول فرمودید. احسن به شما. احسن. آفرین. و مخصوصا ساکنان شهر خاروم را بیان میکنم که شما مردم را به خانه های خودتان جا کردید، یک بریدن را با خود خوردید. انا همین است وحدت، انا همین سرگرمی ملت تاجیک، خلق تاجیک. آفرین به شما. آفرین به شما. اکنون من قرار قبول کردم. شما بسیار اذیت کشیدید. من میدانم اما کم کاسی زندگی مشکلی های بدایت را هر یک خاندان را احساس میکنم. اکنون نوبت شما سال 2017 روزهای فرهنگی ولایت مختار کوهستان بدخشان در ولایت صبح و سال 2018 روزهای فرهنگی ولایت مختار کوهستان بدخشان در ولایت ختلان برگزار کرده می شود. از حالا آمادگی دیدنتان در کار است. با صنعتکارانی که از پایتخت از مرکز آمدند من یک خواهش داشتم. در این جای ما نه همه شهروندان شهر خاروم داخل شدن کردند. آنها در کوچه ها هزارها هستند. اگر علاج باشد شما پگاه برای شهروندان شهر خاروم یک کنسرت ایدانه دیگر که یک نمایش دیگر که مردم به شما رحمت میگویند، بعد میتوانید به شهر دوشنبه برگردید. این پگاه بار دیگر جشن وحدت ملی مبارک باشد. خوشبخت باشید، سرفراز باشید، سربلند باشید. احسن به شما. احسن. مخصوصا مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان شما مردم تاجیکستان را قائل کردید، هم به مهمان نوازیتان، هم به فرهنگ و مدنیت بلندتان
قایل کردید. احسان، آفرین بر شما. یک جهت تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید.